میگه حبیب خدا یک گوسفندی را ذبح کرد. بعد از آن میگه یک مقدار گوشت و پارچه او را میگه در دست من داد و او فلان خانه را گفت برده همین گوشت را در آن خانه بتی. میگه وقتی رفتم درش تختق کردم گفتم مادر پیامبر گرامی سلام گفتن و همین گوشت را روان کردم. برادرای عزیز زن ای زن از داخل میگه که بچم با پیغمبر خدا سلامی مرا بگو همین همسایه که از من بالاتر است وی محتاجتره وی دبر نگاه کردن وی دبر اون محتاجتره. عبدالله ابن عمر میگه خدای مهربان قسم خانه وی بردم وی گفت بالاگی بر 7 خانه رفتم همه افتم خانه گفت همین گل با آچق راست حرکت چه بگو همون خانه‌ای که اول در آمدی ای همه ما در کمبلت اومد. برادرای عزیز همین پیسه همین عزیزای خدا با چی دلالت میکنه؟ و باید مسلمان باید سرجم باشه. و یا پدر ایکای میکنه که میگه بچه‌هاش جمع کرد 10 تا بچه بعد میگه یک نوده‌ای همون درخت داد چون هر کدام شاید تایی دادو بعد گو بچه هم بشکنیشون بعد گو شکستن بعد میگه با 10 دانه‌ای هر کدام شد 10 دانه‌ای که گو خیلی گوز میشه گو اکو بشکنیم یک خسور زدن نشکست. گو پدر نفهمیدیم گو اگر هر کدامت علایده منم بگوی بشکندت لیکن وقتی اگر شما یک جا باشه هیچ کس شما شکست نمیکنه. برای همین برادران عزیز انما المؤمنون اخوتون این آیت قرآن سوره مبارکه حجرات همه شما برادر یکدیگر. زین لحاظ اینها را پیش نظر بیاریم. خدا در این خلال مردم ملک بیگانه صاحب کارتون کرد صاحب ممکن شرایط خوبتون کرده است اینها را هم شکرگزاری کنید و خرد اینها هم برسید. ولی برادران عزیز یک رسانیدن دیگر هم همین است که در تربیت فرزنداتون سیاه اهمیت باشید. بسیار در تربیت فرزنداتون من دیگه یک مثال آوردم در یک مسجد گپ زدم در همونجا یک مثال آوردم که در یک خانه من مهمان شدم اگر شهرها شما نگیرم من از این نام گرفتم قدر خشم نمیاد. یک شهر مهمان شدیم 4 بچه دارد خانهش دارد همین 4 بچه را میپرسیم خیلی همه نامهای گویم که اسلامی ولی یکمان تنها تاجیکی را نمیدانم. میگم برادر عزیز این برای چی تاجیکی زبان مادری شد؟ ما مسلمان هم باشیم تاجیک هم هستیم ما تاجیکیم. این تاجیک بودن هم یکان جهتی پسی ما را افتاده نمیکنه. الحمدلله ما با تاجیک بودن هم افتخار داریم. این چی رو تاجیکی را نمیدونم؟ میگه بابا جی ما همین کاملت زحمت کردیم که بیان یا عروسی را یاد بگیرم. حتی بین برادر این آینده درد سر شدن امکان داره. این زبانی عروسی را دانستن میلش ما هم طرفداریم. عروسی را بدانه انگلیسی را بدانه خیتایی را بدانه هر چی را بدانه یکی زبانی مادری را گم نکنه. وقتی شما در روی سویتی لکه ما هم در روی سویتی یک کسی عسکری می آمد یکان کلمه عروسی رو گفتن همین قمه خندید مردم که به همین 2 سال زبان مادری تگم کردی. برای همین برادرای عزیز زبان مادریتون اکن فرزنداتون هم هیچ وقت نگذاریم که مقصد از زبان مادریشون محروم شوند. زبان مادریشون رو بدونن. و دیگر این که برادرای عزیز اکن من همون بعضی پیغامات دارم از تاجیکستان خواهرها پیغام کردن که مردکان و رفتگی در همون رسیه ها امکان دارن خبر ما بگیرن بابا دون رو نه پیشمون میان نه تلفنی صحبتی خوب میکنن نه مبلغ روی میکنن با دستی آتش های اکش های یکو تا بعد اون نیمتاز میکنن و دوره برای میتشن. برادر عزیز
او زنم این لبدنک علیک حق ولزوجک علیک حق ولأهلک علیک حق فاعط کل ذی حق حقه. این سخن پیغمبر مونه. همین بدن باید حق دارد. من باید در گرما احتیاج کنم، در سرما احتیاج کنم، ساعت خوابش آمد خوابش کنم، ساعت خوردنش آمد بعد سیرش کنم. این بدن باید حق دارد. زن باید حق دارد، فرزندان باید حق دارد. پیغمبر میگه هر یک صاحب حق شده. حالا اینجا ممکن باشه برادرایی که از همون خواهرایی که زن زدن ممکن باشه اونا حقوق دارن. برادر عزیز، شما حق ندارید که اونها را حق شما پایمال کنید. یک دیگر فراموش نکنید که در همین جای ایستاده اونها در اونجا خدمت پدر و مادر چرا میکنن؟ اگر چندی که در گردن او اون طرز شرطه است. احترام اینها را برادر با جا بیارید. هر روز یوتیوب ها میپردازن. من در دلم چی میذارم بگم بچه ها در غربیان همش خواطر باز یک زن دیگر را کپیدن، باز یک زن دیگر را کپیدن. در همین یوتیوب ها میپردازن همه بعد بیچاره همه آدمای مهاجر چرا هر یک آدم دیگر را ترس در وجودش ترس پیدا میشه. ولی اگر عصر شبیه نگاه کنی همون سببگاری به همون کار دست دادن همین نرفتن مرده کم هست. حضرت امام غزالی میگه در 4 روز اگر به زنک یک بار نزدیکی نکنی حق شاپایدو کرد. حضرت عمر میگه در 4 ماه 700 دخترش پرسید مادر مناظر پیامبر او چند ماه مرده زنک میتونه بشود؟ او 4 ماه پس حکم را کسی در کجای باشد آمده از آیلش خبر گیره با مقصد با جای کار شد. اینا همش حکمت داره برادر عزیز. دیگر این که دادرای عزیز پیروی از مذهب امام ابو حنیفه یکی از عامل‌های وحدت ما شما. خدا خواهد این هم در ما همون دوستی و وحدت پیدا میکنه. هر چیز از پیش خود و دیگر فتوا دادن و هر یک مسئله شرعی را آدمی که مسئول همون است متخصص همون است حل نکنید برادر عزیز. و در بینتون اختلاف و در بینتون بدبینی را ایجاد نکنید. البته شما را خیر بتر، خدا عمراتون را دراز کنه، ایماناتون را کامل کنه، خدا کاراتون را برای برکت کرد و الله مهربان بسیار دعا میکنیم که خدای مهربان این برادرایی که حقیقتا برای رفت آمد ما هم زحمت میکشن محنت میکنن از همین سری بابای مفتی سرکردگی بیچاره از اینجا اجازتنامه را میکند خیلی بابای صلاح الدین اینجا دارد شاید که بابای رئیس اکنه میدون دستور را ندارد اینا بابای رئیس ممکن انا ولی خدای مهربان برادر ما بابای علی شیر هم بابای صلاح الدین هم و دیگر برادرایی که اینجا مسئول شما و همه شما از کجای آمدین خدا قدماتون را حسنات نویسد. خدا عمرتون را دراز کند. خدای مهربان تمنیاتتون را حاصل کند و الله جمیع آفتها نگهبانتان باشد. عزیزای خدا میگه یک نکته بگویم و تحقیق بسنج. در عاقل و در ناظری مرنجان و مرنج هیچ کس نه برنجان نه کسی رنجیده شد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. السلام علیکم و رحمت الله. شینه کجا شینه کن اونو با پلیس هم زمان میکنه شما کجا سراسونه شینه حاجی هم ایشان خودم زیارت هم میکنه و حضور شینه بلکات دوم شما هم جواب نداده اینا را استفاده میبریم انشاءالله. تشکر بسیار عزیزان من خیلی استاد بودن کار دید کاری ما کاری میداسته انشاءالله تا سمسمه
صورت میگیریم.